نسیم خوجه عالمزاده سابق وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان در سالهای 2017-2020 که بعد برکناریش 4 سال باز رهبری پژوهشگاه گاستروانترولوژی جمهوری را بر دوش داشت، در پایان ماه ایون بازداشت شده است. در این باره روز 3 ایول سال 2024 به پایگاه خبری بامداد دو منبع گوناگون از جمله یکی از خویشاوندان نزدیک نسیم عالمزاده خبر دادند. خویشاوند نزدیک وزیر سابق با تصدیق خبر بازداشت عالمزاده گفت که بازداشت او روز 29 ایون سال 2024 صورت گرفته. او اینک چند روز باز در حبس در بازداشتگاه قرار دارد. اما این صحبت بامداد در مورد اینکه نسیم عالمزاده را با چه اتهامی و کدام نهاد حفظ حقوق دستگیر کرده است اظهار بیخبری کرد و تنها گفت بنا به اطلاعی که او دارد به پرونده وزیر سابق تندرستی مهر مخفی زدند. به بامداد هنوز میسر نشده است که توسط منابع دیگر تفصیلات پرونده نسیم عالمزاده را به دست آورده عیبنامه به ضد او اعلام شده را روشن کند. اما معمولا مهر مخفی به پرونده های زده می شود که به امنیت دولتی ربط می گیرند. از جمله مقامات به پرونده سید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمان و رهبر سابق حزب دموکرات تاجیکستان که 12 ایون با اتهام غصب حاکمیت بازداشت شد مهر مخفی زدند. هنوز معلوم نیست که نسیم عالمزاده با اتهام دست داشتن در یگان جنایت کروپسیونی دستگیر شده است و یا در بستگی به پرونده عثمانزاده. قرار معلوم در رابطه به پرونده عثمانزاده که به پرسر و صداترین پرونده سیاسی سالهای آخر تبدیل یافته است، تا امروز ده ها نفر اکثرا منصبداران در گذشته خیلی بلندپایه بازپرسی شده، چند نفر آنها به حبس گرفته شدند. مقامات این مسر و صداها برای بازجویی و بازداشت ها را تا حال یگان بار شرح ندادند، ولی منابع غیر رسمی در شمار دستگیر شدگان در پیوند به غصب حاکمیت نفران چون سابق اجرا کننده وظیفه پرزیدنت تاجیکستان و رئیس شورای عالی اکبرشاه اسکندروف، وزیر سابق کارهای خارجی تاجیکستان همراخان ظریفی، معاون رئیس حزب دموکرات و ژورنالیست احمدشاه کاملزاده، فرمانده سابق الفا پلکوونیک نرزولو نعیموف را نام میگیرند.